چرا نتوان فقط یک کشور داشت؟ نویسنده و راوی نوای آزادی. تولید صوتی آوای بوف. avayaboof.com. این نوشتار یک تحقیق علمی نیست و صرفاً در جهت بیان نظرات نویسنده نوشته شده است. در این نوشتار ممکن است به موضوع صلح‌گرا بودن بسیار نزدیک شوم. اما از آنجا که جنگ‌ها به ناچار رخ می‌دهند، نویسنده آرزومند است که هر جنگ درس عبرتی برای مردم دنیا باشد تا هرچه بیشتر تلاش کنند تا از چنین جنگ‌هایی فاصله گرفته شود. اسرائیل بهتر است یا فلسطین؟ بررسی این سوال صرفاً از طریق احقاق حقوق بشر برای انسان‌هایی که در این سرزمین‌ها زندگی می‌کنند صورت می‌گیرد. از زمان شروع جنگ بین اسرائیل و حماس بحث در بین بسیاری از انسان‌ها در نقاط مختلف دنیا بالا گرفته است که یکی طرفدار اسرائیل است و بسیاری دیگر طرفدار به گفته خودشان فلسطین. سوالی که از تمامی خوانندگان و شنوندگان این مطلب دارم این است که دنیا را خالی از یهودیان تصور کنند. سوالی که از تمامی خوانندگان و شنوندگان این مطلب دارم این است که اگر دنیا را خالی از یهودیان تصور کنیم و اگر تمام این پهنه خاک که حالا بخشی از آن اسرائیل نام دارد و بخشی دیگر فلسطین تنها یک کشور می بود و آن هم فقط فلسطین، آیا این کشور تفاوتی با افغانستان امروز که توسط طالبان اداره می شود، پاکستان، ایران یا یمن می داشت؟ در داخل پرانتز باید گفته شود که نفرت از یهودیان و اسرائیل که حماس به عنوان شعبه‌ای از اخوان المسلمین در دل بسیاری مسلمانان جهان نشانده است، نفرتی ریشه‌دار در باورهای اسلامی است و به این سادگی‌ها قابل از بین رفتن نیست. آیا این کشور فلسطین یک کشور آزاد می بود اگر تحت کنترل گروهی اخوان المسلمینی می بود؟ آیا این کشور می توانست کشوری امن و آزاد برای تمام انسانها باشد؟ جواب این جانب کاملا مشخص است. می توانم چشم بسته به همه شما دوستان یا منتقدان قول دهم که این کشور هیچ تفاوتی با افغانستان جنگ زده و تحت کنترل تروریست های طالبان نمی داشت. نه آزادی بیان و آزادی عقیده‌ای، نه حقوق بشر و نه حقوقی برای زنان، عاری از هر گونه قوانین انسانی. همه می‌دانیم که کشورهای عربی هم اگر هرگز نفت نمی داشتند احتمالاً هیچ تفاوتی با افغانستان نمی داشتند، چه رسد به فلسطین. درست است که اسرائیل در طول این چند دهه از به وجود آمدنش جنایت‌هایی علیه مردم فلسطین انجام داده است. اما با مقایسه ساده، آیا کشور اسرائیل مکان بهتری برای مسلمانان است یا فلسطین؟ اگر از منظر حقوق زن به این دو بخش از کره زمین نگاه کنیم، آیا می توان فلسطین را منطقه‌ای حامی حقوق زنان دانست؟ آیا حق زندگی و کار زن حتی برای زنان مسلمان در اسرائیل بسیار بیشتر از فلسطین تأمین شده نیست؟ اگر حامی فلسطین هستید، حامی فلسطین به عنوان کشوری باشید که به حقوق بشر باور داشته باشد و خود را به آن پایبند داند، یا حداقل باورمند و حامی گروه و تشکیلاتی فلسطینی که دست حکومت‌های جنایتکاری چون جمهوری اسلامی را به فلسطین باز نکند. در طول این جنگ هنگامی که به برخی شهرهای کشورهای غربی نگاه می‌کنم می‌بینم که بسیاری از زنان کاملاً غیر مسلمان غربی که به گفته خودشان برای آزادی همان فلسطینی می‌جنگند که اگر اسرائیلی در کار نمی بود در همان فلسطین حتی نمی توانستند برای یک روز زندگی کنند و وقتی نام فلسطین می آمد گویی همان افغانستان را می گویند. زنانی که حاضر نیستند برای آزادی و احقاق حقوق زنان افغانستان حتی دقیقه‌ای به خیابان بیایند، در صورتی که بیش از 1000 روز است که زنان افغانستان از حق تحصیل خود باز ماندند. جالب آن است که حماس از جنایت‌های خود با افتخار فیلم ضبط کرده و در تمام اینترنت منتشر کرده است و بسیاری اسلامگرایان با افتخار و لذت از این جنایت‌ها طرفداری کردند.
جنایت پیشگانی که آزادی بیان را برای ترویج تروریسم اسلامی مورد سوء استفاده قرار می‌دهند و از آزادیشان در فضای اینترنت سوء استفاده می‌کنند تا جان انسان‌های دیگر را به مخاطره بیاندازند. تصور کنید در مقابل چشمان مادری که سیاستمدار اسرائیلی نبوده که هیچ، بلکه طرفدار رفاه و آسایش مردم فلسطین نیز بوده است و حتی حاضر بوده از دو کشور در کنار یکدیگر بودن دفاع کند، فرزندش را در فر گذاشته و جلوی چشمانش بپزند. سوال از آن دسته انسان‌های سینه چاک داده‌ای که گویی سخنان رهبر جمهوری اسلامی را تکرار می‌کنند این است که اگر اسرائیلی نمی بود، آیا باز هم دگرباشان می‌توانستند از دست گروه‌های اسلامگرا به آن بگریزند و نجات یابند؟ البته که جواب این است که جان یک مشت منحرف برای کسی ارزش ندارد، بروند به جهنم، اما برای شخص بنده بسیار مهم است. جنایت و خدا. اگر این جنایت‌ها خواست خداست، از دوستان خدا باور و مسلمان استدعا دارم کمی به ظلم و جور خدای خود بیندیشند و پس از داعش و طالبان و جمهوری اسلامی و حماس از ما نخواهند که خدایشان را مهربان و واقعی خطاب کنیم. جالبتر این که به راحتی می توانند با این دلیل که حماس دارد در مقابل اسرائیل جنایتکار می جنگد، پس می تواند خود دست به هر جنایتی بزند از هر جنایت حماس دفاع کنند. حتی اگر اسرائیل را کشور و نظامی جنایتکار و فاسد بدانیم، آیا این به آن معنا نیست که حماس نیز شبیه همان چیزی شده است که با آن سر نبرد دارد؟ آیا حماس دنبال آزادی و حقوق بشر است چنان که در این مسیر حاضر است دست به هر جنایتی بزند؟ کاش حداقل حماس که ادعای مسلمانی و اسلام دارد دست از سر پیرمرد و پیرزنهای مسلمان که در اسرائیل زندگی می‌کردند بردارد. گویی آنها گناهی نابخشودنی مرتکب شده‌اند. آیا این گروه که حتی برای جان مسلمان‌ها هم ارزشی قائل نیست می‌تواند پرچمدار آزادی خواهی باشد؟ گروهی شرمحور مانند حماس که از طرف جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند، ما را در باورمان به خدا دچار تردید جدی می‌کند. این جنگ زلزله‌ای است که پس از زلزله سال 1401 اعتراضات زن زندگی آزادی ما را با بسیاری سؤالها تنها می‌گذارد. آیا وجود خدای مهربان با شری این چنین عظیم همخوان و سازگار است؟ آیا سکوت انسان در مقابل جنگ‌ها در عصر دیجیتال اشتباهی اخلاقی است؟ تصور کنید جنایت‌های حماس علیه آن دسته از مسلمانانی که در اسرائیل زندگی می‌کردند دقیقاً همانند جنایت‌هایی است که خمینی و طالبان علیه همان بیچارگانی که در دولت‌های قبل از حکومت‌های خود برای رفاه و آسایش مردم تلاش می‌کردند و خمینی و طالبان به آنها وعده بخشش داده بودند که البته هیچ کدام عملی نشد، مرتکب شدند. به این موضوع مجدداً باز خواهیم گشت. جمهوری اسلامی و درس‌هایی برای دنیا. درسی که مردم تمام دنیا باید از 44 سال جنایت و حکمرانی جمهوری اسلامی می‌گرفتند را به کناری می‌نهیم. آن همه جنایاتی که جمهوری اسلامی در اعتراضات سال 1401 مرتکب شد واقعاً برای هیچ کس آموزنده نبود. درسی که میتوان از حکم اعدام و بیش از 1 سال در انفرادی بودن توماج صالحی و بسیاری دیگران از خوانندگان و فعالان حقوق بشر گرفته تا فعالان حقوق کارگری و فعالان حقوق زنان و معلمان شلاق خورده در ایران گرفت چیست؟ حکم اعدام و اجرای آن برای آتش زدن یک سطل زباله نزد یک انسان غربی به چه معناست؟ اعدام برای نبرد با خدا چطور؟ آیا خدا آنقدر ضعیف است که مشتی انسان باید حق او را بگیرند؟ اینکه بهای آزادی در ایران به قیمت جان میلیون‌ها انسان تمام شده برای انسان‌ها در دیگر نقاط جهان به چه معناست؟ آیا میتوان با این احکام و قضاوت‌ها حکومت ایران را حامی آزادی بیان دانست؟ آیا دستگیری و کتک زدن معلم‌های بازنشسته نشانگر اوج جنایت‌های یک حکومت خونریز نیست؟ آیا گلوله‌هایی که قلب‌ها و سینه‌های عزیزانمان را پاره کردند برای انسان‌های دنیا هیچ ارزشی نداشتند؟ اگر چنین است چه حیف. باید دانست که در ایران و فلسطین 2 گروه تروریستی که مردم را به زهد و پارسایی دعوت می‌کنند و فقر و بدبختی این دنیا را
با وعده بهشت توجیه می کنند، خود در کاخهای گران نشسته و هرچه خواهند خورند و هرچه خواهند نوشند و در پشت دیوارهای کاخهایشان هرچه در بیرون گناه می شمارند خود انجام می دهند. این شیوه است که هر گروه اسلامگرای اخوان المسلمینی به کار می بندد و مردمان خود را در جهل کامل نگاه می دارد. انتقادها صرفاً به اینها ختم نمی شوند. دولت راستگرای نتانیاهو باید کنار رفته و احزاب راستگرایی که قصد تبدیل اسرائیل به یک دیکتاتوری مذهبی دارند باید تضعیف گردند و کنار روند و شانسی در قدرت گرفتن نداشته باشند. نتانیاهو خود بدون شک انسانی فاسد و دیکتاتور مآب است که خود او یکی از مهمترین دلایل شکل نگرفتن یک صلح پایدار بر مبنای دو کشوری است. شاید یکی از دلایل رشد یهودیت ارتدوکس که یوآل نوح هراری در کتابش انسان خداگونه به آن اشاره می کند، همین تلاش دولت راستگرای جناب نتانیاهو برای نابود کردن رویای دو کشوری است. جناب نتانیاهو، عزیزان صهیونیست و اسلامگرایان، هیچ زمینی هرگز مقدس نبوده و نیست. کره زمین و طبیعت آن مادر ماست. برای میلیون‌ها سال در آن رشد و بالیده‌ایم. برای میلیون‌ها سال زمین مکانی برای زندگانی همگان بود. اما امروز موجودات دوپا راه زندگانی را بر یکدیگر بستند. باید این قافله مرگ و جنگ پایان یافته و بشریت عهدی بزرگتر با خود بندد. زنده‌یاد کریستوفر هیچنز به درستی می گفت که احزاب خدا بر سر دو کشور شدن این منطقه حق وتو دارند و هیچ کدام حاضر نیستند ذره‌ای کوتاه بیایند. نقدی به مسلمانان. اما جدا از این حرفهای گزاف، آیا شما از خود نپرسیده اید که این همه مسلمانی که در غرب هستند چرا از فلسطین حتی اگر خاکی بسیار کوچک را شامل شود منطقه‌ای بسیار پیشرفته از لحاظ علم و تکنولوژی نساختند؟ چرا برای مسلمانان تنها جان فلسطینی ها با ارزش است و در همان بحبوحه جنگ که در افغانستان زلزله آمد برای کسی جانباختگان این زلزله در افغانستان اهمیتی نداشت؟ چرا و چگونه این حجم عظیم پروپاگاندای اخوان المسلمینی برخاسته از کشورهای اسلامی که هزینه آن بسیار زیاد بوده است توانسته روی ذهن میمونهای برهنه تأثیر بگذارد، اما همان پیمان برادری و برابری محمد نتوانسته مایه دلسوزی برای گرسنگان در سودان و سومالی و افغانستان و پاکستان شود؟ در پاکستان طوفانی سهمگین آمد و زندگی‌های بسیاری را نابود کرد. کو آن همه سینه چاکی ها برای مردم مسلمان این سرزمین؟ چرا هنگامی که یک مرد مسن لبنانی که به بیماری سرطان مبتلاست و کشور لبنان که از لحاظ اقتصادی ورشکسته است و نمیتواند حتی ذره‌ای پول برای درمان این فرد فراهم سازد، مایه دلسوزی مشتی انسان کج و معوج بین نمی شود؟ جالب است که این فلسطین از باقی مناطق جهان اسلام بسی با ارزشتر و مهمتر است، یا شاید هم وسیله‌ای برای پروپاگاندای اخوان المسلمینی و جمع‌آوری پول برای سران مفتخوار و تروریست حماس و حتی بیش از آن ابزاری برای ترویج اسلام با حربه استعمار بیگانگان در کشورهای اسلامی، یا شاید حربه جمهوری اسلامی برای متحد ساختن مسلمانان عموماً سنی زیر پرچم ولایت علی خامنه‌ای، یا شاید هم جلوگیری از شکلگیری هر گونه اتحاد قدرتمند بین کشورهای اسلامی با اسرائیل. ممکن است پوششی هم باشد برای نبرد روسیه در اوکراین. روسیه‌ای که تنها به اوکراین اکتفا نکرده، روسیه‌ای که به اوکراین بسنده نکرده و قصد دارد سیستم سیاسی گرجستان را نیز تغییر دهد. چرا این برادری و برابری مایه پیشرفت کشورهای اسلامی در زمینه‌های علمی نشده و نمی شود؟ سؤال اصلی: من تا به امروز که زمان زیادی از شروع جنگ می گذرد به راستی کسی را ندیدم که بگوید بر سر چه می جنگیم؟ چرا حتی دو کشور؟ چرا یک کشور راه حل مشکلات ما نیست؟ چرا باید بین هم مرز بکشیم و نفرت بورزیم و یکدیگر را سلاخی کنیم؟ چرا دوستانه و انسانی یهودی و مسلمان، هندو و مسیحی، زرتشتی، سیاه پوست و سفید پوست، زن و مرد، پیر و جوان،
همجنسگرا و دگر جنسگرا در کنار یکدیگر زندگی نکنیم؟ این چراها بسیارند. چرا نباید یک خانه را با یکدیگر تقسیم کرد؟ مگر در قلب‌هایمان جا اندک و محدود است؟ شاید این فقط مغزها هستند که محدودند، زیرا دنیای بیرون بسیار بزرگ است و جا برای همه بسیار. چرا باید به این فکر باشیم که هزاران سال پیش چه گروهی اول بر این خاک زندگی می کرده است؟ جالب است که همه روزی از یک موجود بسیار کوچک تکامل یافته و به وجود آمده ایم، اما امروز چه خود را متفاوت و بزرگتر می بینیم. آن اشرف مخلوقات فقط به این دلیل که به اسلام باورمند نیست، به ناگاه به پست‌ترین موجود بدل می شود، در حالی که حتی سلولهای بدن او نیز از این بابت که غیر مسلمان است تغییری نمی کنند و همان زندگی معمول خود را دارند، بدون اینکه این مرزهای احمقانه ایدئولوژیک را بشناسند. اگر به 30,000 سال قبل بازگردیم، آیا باز هم اهمیتی داشت چه کسی بر این خاک زندگی می کرده و نام این خاک چه بوده است؟ این کره خاکی خانه همه ماست و شاید هرگز نتوانیم مکانی بهتر از آن که امکان زندگی در آن باشد را بیابیم و حتی اگر هم یافتیم نتوانیم به آن برسیم و حتی اگر توانستیم هم که برسیم باز هم باید بر یکدیگر مهر بورزیم. بیایید اسلحه ها را زمین بگذاریم و با هم در یک کشور زندگی کنیم. آنچه من میپسندم یک کشور آزاد است که در آن نه تنها یهودیان و مسیحیان بلکه تمام انسان ها می توانند در آرامش و ثبات زندگی کنند و به تمام وسایل رفاه دسترسی داشته باشند. کشوری که حتی مسلمانان در آن برای حقوق و آزادی و امنیت یهودیان مبارزه کنند و در مقابل هر ایدئولوژی مخربی که جان و مال و حقوق انسانی هر انسانی را تهدید می کند ایستادگی کنند. اگر کتاب‌ها، اگر ایدئولوژی‌ها و ادیان، اگر پول و قدرت مایه تفرقه ما هستند، بیایید آنها را به چالش بکشیم و جان و آزادی و حقوق انسانها را بر همه‌شان ارجحیت بخشیم. باید این مرزها را برداریم تا یک بار هم که شده جنگ‌ها پایان پذیرند. وگرنه حتی اگر این جنگ میان اسرائیل و حماس فردا پایان پذیرد، جنگی بزرگتر در راه خواهد بود. می‌دانیم که در اسلام قرآن سوره مائده آیه 82 یهودیان را بزرگترین دشمن مسلمانان می‌داند. این چنین آیات و روایت‌ها باید یا از قرآن حذف گردند یا باید چنان تفسیر گردند که میان یهودیان و مسلمانان تفرقه و نفرتی نیندازند. نفرتی که در داستان قتل عام بنی قریظه مشهود است باید از ذهنیت اسلامی حذف گردد. سوالی که در این میان از دوستان ووک دارم این است که آیا مسلمانان نباید به خاطر جنایتی که پیامبرشان علیه انبوه قبیله‌های یهودی همچون بنی نضیر و بنی مصطلق و بنی قریظه انجام داده به طور رسمی از تمام یهودیان عذرخواهی کنند؟ هرچند این حرف تحقیقی بسیار مستدل می‌طلبد، اما می‌توان به قدرت گفت که از زمانی که اخوان المسلمین در جهان اسلام قدرت گرفت، بسیاری از یهودیان مجبور به ترک خانه‌های خود در بسیاری از کشورهای اسلامی شدند. این مسئله پس از انقلاب سال 57 در ایران خودش را تا حدی نشان داد. تلاشی که جمهوری اسلامی برای از بین بردن هر گونه تبلیغات مذهبی انجام داد و در کنار آن به دستگیری هر گونه نوکیش مسیحی و غیره دست زد. شاید این جنگ در نفرتی که هیتلر از یهودیان در جهان رشد داد ریشه داشته باشد که از تخصص نویسنده این مقاله کوتاه خارج است که در این باره سخنی بگوید. چنانچه باید به خاطر داشت که یکی از بخش‌های انکار نشدنی ایدئولوژی اخوان المسلمین نفرت از اسرائیل بود. اگر برای شما نیز این سخنان پیش رو معنادار است، خواهشمندم به سخنان من فکر کنید. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. جنگ جهانی دوم و اسرائیل. جنگ جهانی دوم و جنایت‌های هیتلر در آشویتس باعث شد که یهودیان بیش از هر زمان دیگری نیازمند داشتن کشوری امن برای زندگی باشند یا حداقل با بی‌پناه دیدن خود در مقابل دنیای بی‌رحم این مسئله را بیش از پیش احساس کنند.
سوالی که مطرح است و نباید نادیده انگاشته شود این است که آیا یهودیان حق داشتند پا در این سرزمین گذاشته و این سرزمین را از آن خود بدانند؟ بسیاری هستند که اردوگاه‌های آشویتس را دروغی بزرگ از طرف جامعه یهودیان و اسرائیل می‌دانند که با آن سعی دارند صهیونیسم را توجیه کنند. در جواب میتوان به کتاب انسان در جستجوی معنا از ویکتور فرانکل نگاهی انداخت و کتاب آیشمن در اورشلیم از هانا آرنت را مورد مطالعه قرار داد. هرچند این گروه تمام این کتابها را نیز در جهت همان توهم تئوری خود میپندارند و غیر قابل باور خواهند دانست، اما برای من نه تنها بسیار قابل باور هستند بلکه رنج انسانها بسیار برایم واقعی و قابل درک است و حتی نمیتوانم با کوچکترین سعی رنج و وحشتی که زندگی میلیون‌ها نفر را نابود کرده زیر پا بگذارم. در طرف دیگر نمیتوان شاهد اخباری بود که از وضعیت اسفناک کودکان فلسطینی حکایت میکنند و در مقابل رنجشان سکوت اختیار کرد. میتوان سرانی از اسرائیل که علیه فلسطینی‌ها جنایت‌هایی مرتکب شده‌اند را محاکمه و مجازات کرد بدون آنکه موجودیت کشور اسرائیل را زیر پا گذاشت و این سران را از حق انسانی خود محروم کرد. البته دقیقاً همان گونه بایستی با سران حماس و البته جمهوری اسلامی برخورد کرد. نمیتوان دردی که مردم فلسطین متحمل میشوند را با هیچ معیاری سنجید. دولت اسرائیل و کشورهای عربی باید عهدهدار ساختن مجدد غزه با شکوه و جلال بیشتری باشند و در آن دانشگاه‌ها و مدارسی بزرگ و مدرن با موازین بین المللی بسازند. دولت‌های اسلامی باید از نفوذ هر گونه ایدئولوژی تفرقه افکن جلوگیری کنند و دوستی و اسلامی ملایم را ترویج کنند. یکی از راه‌هایی که باید در پیش گیرند جلوگیری از ورود هر گونه امام مسلمانی است که اسلامگرایی را ترویج می‌کند. دولت‌های اسلامی و اسرائیل باید از سازمان ملل بخواهند که برنامه روان درمانگرانه برای مردم جنگ و داغ دیده و علل خصوص کودکان در فلسطین و اسرائیل در نظر گیرد. دولت‌های اسلامی و اسرائیل باید مراکز بین‌الادیانی به وجود آورند و دوستی را ترویج کنند. پرچم فلسطین و اسرائیل باید همه جا با هم برافراشته شود و در کنار آنها پرچمی که نماد پذیرش حقوق بشر برای طرفین است برافراشته گردد. سوزاندن پرچم هر یک از طرفین باید ممنوع اعلام شود. دولت اسرائیل باید از ترویج یهودیت افراطی دست بردارد و یهودیان افراطی که قصد نابود کردن فلسطین را دارند زیر نظر بگیرد. صلح پایدار در این سرزمین باید همراه با پذیرش اسرائیل از طرف عموم مسلمانان همراه باشد. دولت‌های اسلامی باید حوزه‌های علمیه یا دانشگاه‌های اسلامی خود را با وارد ساختن کتاب‌های مربوط به ادیان و علوم دیگر تکثرگرا کنند. برگزاری مناسبت‌های سالانه که در آن رهبران کشورهای اسلامی از ضرورت پذیرش انسان‌ها با تمام تفاوت‌هایشان سخن بگویند ما را در مسیر رسیدن به صلح یاری می‌کند. ایجاد همدردی بین مردم فلسطین و اسرائیل به خاطر رنج‌هایی که در این جنگ به هر یک از طرفین وارد شد باعث تضعیف شدن نفرت برخاسته از این جنگ در آینده خواهد شد. به این منظور که رنج مردم فلسطین رنج مردم اسرائیل تلقی گردد و بالعکس. به راستی قضاوت کردن از راه دور کاری بس دشوار است و نمیتوان آن را کاملا بدون سوگیری انجام داد. به سختی بتوان خود را در جای مردم بیگناه دو طرف گذاشت که هر دو به نحوی رنج میکشند و نمیتوان شدت این رنج را سنجید. اگر تاریخ این همه اشک و آه را جمع میکرد چه کس یا کسانی می بودند که می بایستی محاکمه شوند؟ آیا محاکمه آنها به راستی به ظلم و رنج پایان می داد؟ خطر جنگ در آینده. اگر تاریخ بدون جنگ نبوده است باید از هر جنگ درس گرفت. با پیشرفت تکنولوژی و قدرت گرفتن اسلحه‌های کشتار جمعی نمیتوان آینده‌ای روشن برای بشریت پیش بینی کرد.
اگر انسان‌ها بخواهند با قرار دادن یکدیگر در گروه‌های مخالف و مضر از یکدیگر دشمن ساخته و با یکدیگر نزاع کنند. باید به فکر نابود کردن تفکرات اخوان المسلمینی بود و نگذاشت این گونه ایدئولوژی‌ها پا بگیرند و مایه نابودی جان و زندگی‌های بسیاری شوند. جنگ جهانی دوم میبایستی درس عبرتی چنان بزرگ می بود که بشریت را از هر گونه جنگ برای همیشه دور نگاه می داشت، اما چنین نشد. اینکه این درس گرفته نشد را می توان در آثار تجددگرایان و روشنفکران مشاهده کرد. این جنگ حتی نتوانست برای ما مردم ایران آموزگار لایق برای شناخت توتالیتاریسم باشد. همان گونه که به درستی یوال نوح هراری در مقاله‌ای درباره جنگ روسیه و اوکراین نوشت، ما در وضعیتی بسیار خطرناک هستیم که به اتحاد تمام دنیا برای مقابله با مشکلاتی که وجود بشریت را تهدید می‌کنند نیاز داریم، اما چنین جنگ‌هایی اجازه همفکری و اتحاد دنیا را برای مقابله با این مشکلات به ما نمی‌دهند. وضعیت بشریت به شکنندگی خطرناکی رسیده است که باید هرچه زودتر به این جنگ‌ها و نبردهای ایدئولوژیک پایان داده شود و صلحی جهان شمول را پایدار ساخت. اگر میشد در فرگشت انسان به گونه‌ای دست برد که هر گونه ایدئولوژی که مایه جنگ و نزاع میشد را نپذیرند، آنگاه شاید بسیاری از مشکلات امروز بشریت هرگز وجود نمی داشت. و این یکی از ایرادهای وارد شده بر دین از طرف شخص بنده نیز هست که چقدر ساده جان همان اشرف مخلوقات را میتوان از او گرفت. مرگ ابراهیم رئیسی و جنگ. اگر مرگ ابراهیم رئیسی را تروری از جانب اسرائیل بدانیم، به گمان من با دو موضوع روبرو خواهیم بود. توضیحات مربوط به این بخش یک گمان زنی بیش نیست. با پذیرش این پیش‌فرض، اول اینکه احتمالاً اسرائیل یک سلسله از ترورها علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده که با آنها تا میتواند از سران رژیم خواه عضو سپاه قدس باشند، خواه عضو قوه مقننه را ترور کند و زهر چشمی برای جمهوری اسلامی بگیرد و نفوذ خود را به مسئولان رژیم گوش زد کند. و اما مسئله ناراحت کننده که با آن روبرو هستیم آن است که اسرائیل چه ساده میتوانست در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی به نفع ما از جنایتکاران جمهوری اسلامی انتقام بگیرد و بسیار به مردم دلگرمی دهد، هرچند اگر ما این ترورها را از جانب براندازان مسلح میدانستیم، نه اسرائیل. در مورد اول قطعاً سران رژیم از اینکه ابراهیم رئیسی چگونه جان باخت خبر دارند و اگر این درسی از جانب اسرائیل باشد، آنان این درس را گرفتند. اگر شخص دیگری از سران رژیم در فاصله این نه چندان طولانی ترور یا کشته شود، من این تئوری ترور را قوی‌تر از باقی تئوری ها می‌دانم. تصور کنید که به راستی این ترورها کار دولت اسرائیل و سازمان اطلاعاتی آن باشد. شما چه مشکلی برای رژیم توتالیتر دینی در ایران از این موضوع نتیجه می‌گیرید؟ من گمان می‌کنم اگر ثابت شود ترور رئیسی در کنار موشکباران سفارتخانه جمهوری اسلامی در دمشق کار دولت اسرائیل و سازمان اطلاعاتی آن بوده باشد، آنگاه میتوان توهمی عجیب که رهبر جمهوری اسلامی و سران طرفدار او در آن غرق شده‌اند را به نظاره نشست. همان توهمی که بسیاری از کارشناسان علم سیاست آن را اجتناب ناپذیر برای رژیم توتالیتر و علل خصوص رهبر آن می‌دانند. نابودی اسرائیل یکی از برنامه‌هایی است که رهبر انقلابی جمهوری اسلامی در طول ساختن یک جهان اسلامی در سر می‌پروراند، یا راحت‌تر بگوییم این مسیر از ایستگاه نابودی اسرائیل و یهودیان می‌گذرد. این موضوع مرا کمی به یاد توهم‌های هیتلر می‌اندازد. توهم‌هایی که به دور از بررسی حقیقت و چالش‌های جهان واقعی روی می‌دهند و شکل می‌گیرند. اگر جنگ بین اسرائیل و حماس را یک جنگ ایدئولوژیک بدانیم و بپذیریم که ابراهیم رئیسی را اسرائیل ترور کرده است، که البته اصلا روشن نیست، شاید بتوان گفت که اسرائیل در این نبرد طولانی و ادامه دار به ما نشان داده است که با اسلامگرایی و اسلامگرایان نمی شود آنچنان هم خوشرفتار بود. البته که بسیاری انسان بینوای دیگر هم در این میان سختی و رنج و درد از دست دادن را تجربه می کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران از واقعیتی آشکار احتمالاً خبر دارد و آن همین است که اسرائیل هنگامی که بر لبه پرتگاه نابودی قرار گیرد از تمامی ابزارهای خود استفاده خواهد کرد.
بیشتر منظور نویسنده از ابزارها، پروژه‌های متفاوت برای نابود ساختن و ترور سران مختلف رژیم در اقصانقاط جهان است. خود او نیز از این خطر در امان نیست. رهبر جمهوری اسلامی و جنگ. هنگامی که به رهبر جمهوری اسلامی و نقش او در جنگ بین اسرائیل و حماس نگاهی می‌اندازم، گمان می‌کنم که چنانچه ما او را به راستی در جایگاهی قدسی بدانیم، او خدای خود را چگونه به ما و دنیا می‌نمایاند. به راستی انگار خدایی از نو برای خود ساخته و به نام او میلیون‌ها نفر مسخ شدگان را به دنبال خود می‌کشد و خون می‌ریزد. به راستی اگر او می‌تواند خدایش را همان جوری که دوست دارد بسازد و بپروراند، ما نباید خدای خیش را از مرز انسانیت خود عبور دهیم. سوالات پیش آمده. همه این وقایع که در مقابل چشمان ما به وقوع می‌پیوندند، چگونه است که ما را با پرسش‌های اساسی از آینده و باورهایمان روبرو نمی‌سازند؟ اینها همه زلزله‌هایی هستند که باید رعشه بر تن عقاید ما بیاندازند و ما را به فکر فرو ببرند که چگونه چنین واقعی رخ داد و چگونه میشد از آن پرهیز کرد و چگونه باید اندیشید تا دیگر چنین جنگ‌های ویرانگر رخ ندهند. جنگ بخشی از ایدئولوژی حکومت‌هایی چون جمهوری اسلامی بوده و هست و آن هنگام که تاریخ صدر اسلام تا حد زیادی با جنگ گره خورده، چگونه میتوان مسلمان‌هایی که زندگی کردند تا نابودی یهودیان را در آخرالزمان ببینند را متوقف کرد و با نگاهی انسان دوست آشنا ساخت؟ البته منظور تمامی مسلمانان نبوده و نیست، اما بخش عظیمی از مسلمانان پیرو حدیث محمد درباره نابودی یهودیان به دنبال گرفتن جشن نابودی اسرائیل و بنیان یهودیت هستند. هنگامی که فقط 25% مسلمانان بریتانیا جنایت‌های اسلامگرایان در 7 اکتبر را محکوم می‌کنند، شما می‌توانید تا حدی به عمق فاجعه پی ببرید. من گمان می‌برم که سالها بعد واقعی 7 اکتبر را اسلامگرایان ساخته اسرائیل و موساد معرفی کنند و آن را تئوری توطئه‌ای بیش ندانند. تصور کنید چقدر بین ما انسان‌هایی که در یک کره خاکی زندگی می‌کنیم و از یک جد یکسان برآمده ایم فاصله است. جهانی را شاهدم که در آن خودمان به خودمان دروغ می‌گوییم تا خودمان را نابود کنیم. گاهی آنقدر دروغ می‌گوییم که خودمان حقیقت را زیر دروغ‌هایمان مخفی می‌کنیم. از خود می‌پرسم چرا باید جنگی باشد که بخواهیم جنایت‌های رخ داده در آن را مخفی کنیم و آنها را دروغی احمقانه بیش نپنداریم. کمپین چشم‌ها به رفح. کمپین چشم‌ها به رفح مرا به یاد انبوه دردهایی که ملت ایران در هنگام اعتراضات 1401 متحمل شدند می‌اندازد. پس از آن همه جنایت که دنیا شاهدش بود و پس از 45 سال قتل عام بی امان، سازمان ملل به فکر برگزار کردن یاد بود برای ابراهیم رئیسی معروف به قصاب تهران است. کاش هیچ جنگی در هیچ جای جهان رخ ندهد و کاش جنگ اسرائیل و حماس هرچه زودتر برای همیشه پایان یابد و امیدوارم هرچه زودتر دوران رهبران راست اسرائیل به پایان برسد و بنیامین نتانیاهو هرگز نتواند به قدرت بازگردد. اما آیا خون مردم غزه و فلسطین از خون ملت ایران رنگین‌تر است؟ چگونه است که 10 میلیون انسان از سر تا سر جهان برای فلسطینی‌ها کمپین همه چشم‌ها به رفح به راه می‌اندازند، اما برای ملت ایران که به وضوح در خیابان به آنها شلیک مستقیم می‌شد، چشمان خود و حق تحصیل خود را از دست می‌دادند، در زندان شکنجه و تجاوز را تحمل می‌کردند، حرفی به میان نیست. سیاستمداران اروپایی و غربی چنانچه واقعی آنچنان توجه به خود جلب نکند که مردم نسبت به آن واکنش نشان بدهند، هرگز موضع‌گیری قدرتمندی علیه آن واقعه از خود نشان نمی‌دهند. پس از 45 سال جنایت و قساوت در ایران، در خاورمیانه و در کل جهان، کشورهای اروپایی از تحریم سپاه پاسداران در هراسند یا به نوعی اهمیتی برای آن قائل نیستند یا آن را در برابر سود اقتصادی آن قابل چشم پوشی می‌پندارند. اینکه چرا می‌جنگیم خودش می‌تواند پرسشی بس بزرگ باشد که در بحبوحه جنگ‌های قرن 21 باید بشریت از خودش بپرسد. شاید گفته شود که جنگ اگر در جهت رسیدن به صلح باشد مقدس است، اما من جور دیگری فکر می‌کنم. این جانب می‌اندیشد که مهم نیست جنگ دفاعی باشد یا تهاجمی،
شما متاسفانه نمیتوانید از آن چهره زشت جنگ بگریزید. در تاریخ ما جنگ‌های بسیار داشته‌ایم و نمیدانم چقدر این گفته درست است اگر بگوییم تاریخ ما تاریخ جنگ است. قرن 20 قرن امتحان حداقل دو ایدئولوژی بسیار خطرناک به نامهای فاشیسم و کمونیسم یا به بیان دقیق‌تر لنینیسم، استالینیسم و مائویسم بود که همه آنها چنان ویرانگر بودند که یکی به هولوکاست ختم شد و دیگری به قحطی و گولاگ. درسی که محتملاً میبایستی از این قرن پر از مصیبت میگرفتیم این میتوانست باشد که هر گونه سیستم باور یا ایدئولوژی که به هر نحوی بشریت را از هم بگسلد، تمدن غرب تمدن ما، نژاد برتر نژاد پست‌تر، امت اسلام کفار و غیره، بایستی کنار میرفت و بشریت باید بیش از پیش متحد میگشت. من گمان میبرم قرن 21 قرن امتحان اسلامگرایی، تمدن چینی و ووکیسم یا شاید هم صرفاً برآمدن آنها باشد. البته اگر بشریت انتهای این قرن را بتواند نظاره‌گر باشد. هنگامی که بچه بودم و نام اسرائیل در جایی به زبان آورده میشد یا به نحوی آن را میشنیدم، تصاویری که چه ساخته جمهوری اسلامی چه واقعی اسرائیل را به آن تقلیل داده بودند به خاطر می آوردم. با آن عکس‌ها و داستان‌ها تمام آن اتفاقات مربوط به جنگ جهانی دوم و هولوکاست و دلایل به وجود آمدن اسرائیل محو می‌شدند. البته اصلاً در کودکی من این داستان‌ها مطرح نبودند. آنچه از اسرائیل می‌دانستم و می‌دیدم همانی بود که جمهوری اسلامی به من نشان می‌داد و آن تصاویر و فیلم‌ها همه یا اصلاً واقعیت نبودند یا بخش بسیار کوچکی از واقعیت بودند که لزوماً همه‌اش دردناک و سوزناک نبود. در آن تصویرها دردی که جنگ جهانی دوم و هولوکاست بر یهودیان وارد کرده بود رخ نمی‌نمود. در آنها نفرت مقدس می‌شد و به ضرورتی دینی بدل می‌گشت یا اگر از علی خامنه‌ای وام بگیرم واجب سیاسی و شرعی می‌گشت. تقریباً همه می‌دانیم تا زمانی که جمهوری اسلامی پابرجاست از غزه برای رسیدن به منافع ایدئولوژیک خود استفاده خواهد کرد. راستگرایی افراطی یهودی همان اندازه برای صلح بین فلسطین و اسرائیل خطرناک است که اسلامگرایی. باید خاطر نشان ساخت که تحلیل دلایل شخصی بنیامین نتانیاهو برای ادامه این جنگ در این مقاله به میان آورده نشدند. متاسفانه این دو ایدئولوژی بیش از پیش به انسانهای همکیش خود آسیب می‌رسانند تا طرف مقابل. بیشتر چهره همکیشان خود را کریه جلوه می‌دهند تا چهره طرف مقابل. مردم در هر دو ناحیه باید طرف مقابل را به رسمیت شناخته و به حق و حقوق یکدیگر پایبند مانند. این را فراموش نکنیم که نویسنده موافق دو کشور بودن در حالت ایدئال آن نیست، بلکه ایدئال من یک کشور آزاد برای همه انسانها، چه یهودی و چه مسلمان و چه بیدین است که لزوما هم نام آن اسرائیل یا فلسطین نیست. جنایت‌هایی که گاه و بیگاه در جنگ توسط ارتش اسرائیل رخ می‌دهند، فرضاً بمباران مردم بیگناه، با فرض اینکه حماس از فلسطینی‌های بیگناه به عنوان سپر انسانی استفاده نمی‌کند، که البته می‌کند، باعث شده که حماس و گروه‌های اسلامگرا نهایت سوء استفاده را از این اتفاقات برای یهود ستیزی و نفرت پراکنی علیه یهودیان بکنند. ادامه هرچه بیشتر جنگ به خودی خود نوعی بیخردی سیاسی است که دولت راستگرای اسرائیل همچنان بر آن پافشاری می‌کند. نقدی که در اینجا به این نوشته وارد است این است که آزادی گروگانها مورد بحث قرار نگرفته است. اسلامگرایان برای اینکه هولوکاست را داستان دروغین بر ساخته یهودیان معرفی کنند خود را به آب و آتش میزنند. چنانچه این شیادان بتوانند از جنگ حماس و اسرائیل آنچه میخواهند به دست بیاورند که به نظر چنین است، نفرتی بیش از پیش در بین مسلمانان جهان علیه یهودیان ظهور خواهد کرد. این جنگ باعث شده اسلامگرایان عموماً در غرب خودشان را نشان داده و به نوعی جنگ اسرائیل و حماس را جنگ حق اسلام علیه باطل اسرائیل به عنوان نوعی کشور کافر و دارالحرب تلقی کنند. اپوزیسیون به اصطلاح آزادیخواه ایران و جنگ. خوب که به این جنگ مینگری میبینی که حتی جنگی که در هزاران کیلومتر آن طرفتر از مرزهای ما رخ میدهد نیز برای نابود کردن اتحاد ملت ایران به کمک جمهوری اسلامی آمده است.
اشخاص آمادند تا عموماً بدون داشتن حتی تعریفی درست از آنچه تو را به آن خطاب می‌کنند، تو را به چپ و راست متصل کنند و بگویند تو اینی یا آن. علاوه بر افزایش سرسام‌آور اعدام‌ها و فشارهای جمهوری اسلامی به مردم معترض، جنگ بین اسرائیل و حماس باعث ناپایدارتر شدن هرچه بیشتر بنیان اتحاد بین ایرانیان شده است. شاید باید تحلیل علمی و جدا در قبال جنگ تبلیغاتی رژیم برای انتخابات ریاست جمهوری پس از مرگ ابراهیم رئیسی و در حین جنگ اسرائیل و حماس صورت گیرد تا رفتار و پروپاگاندای رژیم در این برهه تاریخی بیشتر بر ما روشن گردد. برای روشنفکران دینی این جنگ باید زنگ خطری باشد که هرچه بیشتر به فکر ارائه تفسیری تکثرگرا و مداراگر از اسلام و متون دینی آن باشند و سعی کنند تأثیر بیشتری بر جوانان مسلمان گذاشته و آنان را از سودای خطرناک اسلامگرایان به دور دارند. صلح بدون استفاده از زبان آن رخ نخواهد داد. به گمان من زبان صلح باید بر سخنان و نوشته‌های روشنفکران دینی در وهله اول و سپس بر زبان تمام گروه‌های سیاسی حاکم گردد. زبانی که در بردارنده خشونت و نفرت نباشد و کینه‌ای تاریخی را با خود حمل نکند. و نه فقط کینه‌ای تاریخی در خود نداشته باشد که حتی این جنگ را به کینه‌ای دیگر تبدیل نکند. زبانی که مردمان را در این دوره از تاریخ، مردم فلسطین و اسرائیل، در مقابل یکدیگر قرار ندهد و پذیرنده تر از هر زبانی باشد که بر دهان سیاستمداران و مذهبیان هر دو طرف جاری بوده است. هر گونه ارتباط کلامی بین رهبران فلسطین و جمهوری اسلامی باید قطع شود، به این معنا که نحوه سخن گفتن و نفرت پراکنی مسئولین جمهوری اسلامی نباید به شیوه گفتار و تبلیغات سیستم سیاسی فلسطین، در اینجا تشکیلات خودگردان، راه یابد. ممکن است زبان صلح بتواند بر روانشناسی دین و جامعه هم تأثیری مثبت بگذارد. اگر چنین باشد، باید کوشید زبان دینی جدیدی ایجاد و استفاده کرد. اگر صلح و دوستی مقاومتی از سوی نهاد روحانیت یهودی و مسلمان می‌بیند، دولت‌های طرفین باید تلاش کنند نهاد روحانیت را روحی تازه ببخشند. دولت اسرائیل باید تراماها و دردهای روانی مردم فلسطین را به رسمیت بشناسد، همانگونه که رنجهای مردم خود را به رسمیت میشناسد و تلاش کند چنین رنجهایی هرگز تکرار نگردند. در جنگ آنچه عیان است، ناتوانی طرفین در خود را بر جای دیگری گذاشتن است. ناتوانی حاکمان از تصور دردی است که بر مردمان خود و مردمان دیگر تحمیل می‌کنند. شاید باید درباره هرچه بیشتر فاصله گرفتن حاکمان و سیاستمداران و ضعیف‌تر بودنشان در این تصور تحقیقی علمی کرد. روانشناسی حاکمان و سیاستمداران جنگ طلب را مورد بررسی قرار داد و ارتباط قطر دیوارهای قصرها، میله‌های زندان و ناتوانی حاکمان از دیدن و درک رنج مردمان و انسانها را واکاوید. پایان.